تو بهش یه فرصت دادی تا اشتباهشو جبران کنه. چرا؟ هیچ کس نباید بدون دیدن محبت از این دنیا بره. ولی اون به توهین کرد. خب اون فرصتشو داشت. آبدایر، تو خیلی زود از یک پسر به یک مرد تبدیل شدی. من خیلی به تو افتخار میکنم پسر. واقعا تونستی جای پدرتو برامون حفظ کنی. من پدرمو نتونستم خوب بشناسم. بالاخره اونم یه اساسین بود. و تو هم به عنوان یه اساسین بزرگ شدی. پشیمونی؟ چطور میتونم از تنها زندگی که شناختم پشیمون باشم؟ به موقعش راهتو پیدا میکنی. و اون موقع به تو بستگی داره که کدوم راهو بری. بیا پسرم، شمشیرتو آماده کن. این جنگ هنوز تموم نشده. قوی باش التایر. ماریا کلیدن، هر کدوم با یک پیغام. یک پیغام؟ برای چه کسی؟ کاش میدونستم.